خب سلام بچه. امیدوارم که حالتون خوب باشه و سلامت و تندرست باشین. برنامه این جلسه ما اینه. خب اسلاید یک رو که داشتیم انتهاش هستیم. یه چند صفحه مونده، اونها رو هم با هم مرور میکنیم. یک مرور کوتاهی روی برنامه‌های اندروید، هلو ورلد ساده، بخش‌های مختلفش تو اندروید استودیو. جلسات قبل یه ریویو خیلی کوتاه کردیم، همون مسیری که ادامه میدیم و وارد دیدن اون معماری مثلا یکی از صفحات تلگرام میشیم تو کد اندرویدشون و امیدوارم که خیلیاتون بترسین برین حذف کنین دیگه. یعنی وقتی کد به اون سختی رو ببینین همه ناراحت بشین، افسرده و دپرس، و برین یه تعدادتون حذف کنن، یه تعداد جدید متاسفانه دوباره بگیرن. خب این شوخی میکنم، ولی گریه چی شده؟ گریه چیزی نشده، اصلا نگران نباشی. فقط میخوام بگم که خب ما وقتی وارد سرفصل کد یه شرکت بزرگ میشیم اولش ترسناکه، از الان گریه کنیم ولی اون لحظه دیگه گریه نکنیم، تا اون موقع دیگه تمرکز کنیم. ما برای اینکه سواد در واقع خوندن یک کد به اون بزرگی رو داشته باشیم تکنیک‌های خاصی نیاز داریم، ولی تا الان استپ به استپ چیزهایی که مورد نیاز بود رو به دست آوردیم. آریان ترسیده و میخواد فرار کنه و آریان حذف کرد، خدا رو شکر. الان تعدادتون بسیار زیاده، یعنی 60 و چند نفرین، فکر کنم 4-5 نفر هستین. خب هر چقدر حذف بکنید خوشحالی ما بیشتر میشه. پیش از این حرفا نمیزنیم. نه خب الان دیگه استیبل شدیم، فرق داره با ترمای قبل. ببینیم ما جلسه قبل اومدیم گفتیم که مثلا یه هندلر که میخوایم بنویسیم، هندلری که ما میخوایم بنویسیم هندلر اندرویدی میخوایم بنویسیم، یعنی با روش اندروید ترد رو منیج کنیم. یکی از راههایی که دوستان آدرس تلگرام یکی از راههایی که ما داشتیم این بود که یه ترد ایجاد میکردیم و این ترد برای اینکه با ترد مینمون حرف بزنه یک هندلر داشت که یک مسیجی رو به هندلر ما پاس میداد. این هندلر ماست که مسیج رو هندل میکنه. حالا این حالت کامپلکس بود. یه حالت دیگهش هم این بود که ببخشید من اینجا اشتباه زدم. یه حالت دیگهش هم اسلاید قبل بود که شما یه رانبل دارین، میخواین باش چیزی رو ران کنین، پست میکنین، یعنی یا رانبل مینوشتین یا هندلر مینوشتین. خب بعد اومدیم این کد رو نگاه کردیم، کد سورس کد اندروید که در واقع توی موبایل اپ هم اگه برین تو اون سایت در واقع درس میبینید که یه مسیج لینکاش هست. این سورس کد اندروید بود که یه وات داشت، 2 تا پارامتر داشت و یا اگه یعنی این چی بود؟ گفت میخواد چه کاری رو انجام بدی روی این دیتا. حالا اگر کار ما پیچیده تر و کامپلکس تر بود، یعنی دیتا استراکچر پیچیده تری رو نیاز داشتیم، ما روی آبجکت یا خودمون یه آبجکت درست میکردیم، پاس میدادیم. هر مسیجی یه دونه هندلر داره، یعنی میدونه این مسیج داره به کدوم هندلر پاس داده میشه، کدوم هندلر اینو داره پردازشش میکنه. بعد یه دونه لوپر داشتیم که گفتیم لوپر یه متد داشت به نام لوپ. این کدیه که گوگل برای در واقع فریمورک اندروید نوشتن، برای در چارچوب در واقع اندروید. این کد خودشه، کد شخص خاصی نیست، کد اندروید واقعا. خب اینجا میبینید که این لوپر من یه متد لوپ داره که یه حلقه بی‌نهایته. چه کار میکنه؟ در واقع لوپر مثلا مین ترد باشه، همینجوری تا زمانی که این اپ روی فورگراونده همینجوری شروع میکنه مسیج رو برداشتن و پردازش کردن. خب ببین مسیج از یه صف برمیداره، از این صف مسیج کیو میاد و مسیج رو برمیداره. بعد چیکار میکنه؟ به تارگت تو اسلاید قبل دیدیم تارگت هندلر است، یعنی لوپر ما مسیج رو برمیداره، به هندلرش میگه این مسیج، به هندلرش میگه این مسیج رو چیکار کن؟
دیسپچ مسیج کن، این مسیج رو پردازش کن، این مسیج رو پردازش کن، انجامش بده. ببین الان این کد هندلره، کد هندلر داخلش یه دیسپچ مسیج داره که نگاه دو تا، یعنی یه ایف الز داره که میگه یا حالتی که مسیج کال بک داره یا حالتی که در واقع این کال بک اینجا، این کال بک اینجا، این کال بک اینجا با این ام کال بک از یه تایپن. اگه تو کد اینجا رو بری نگاه کنی نه تایپشون یکیه. خب یا این کال بکی که من دارم یعنی یه هندل مسیجه. چرا هندل مسیج؟ برگردین دو تا استار اینجا، اینجا هندل مسیج یعنی هندلره یا به این سبکی نوشته شده یا به این سبک نوشته شده، یکی از این دوتاست. اونجا ایف الزه داره میگه اگر هر دوتاش همزمان نیست، یکی از این دوتا مدل نگارشه. خب پس اینجا میاد چیکار میکنه؟ اونجا که داره پردازش میگه اگه این مدل بود خب برو اینو این متدشو کار کن، در غیر این صورت کارا رو با این سینتکس نوشته برو این یکیشو کار کن. پس اگه برگردیم به این اسلاید، ببین لوپر داره میچرخه میره پیش هندلر میگه این مسیج رو پردازش کن، برو بعدی از صف میخونه دونه دونه پردازش. این یه طراحیه که اندروید اومده برای پردازش ارتباط بین ترد در واقع غیر مین و ترد مین ما به وجود آورده، گفته با این سینتکس کار کنین و این سینتکس هم خب ساده است، فهمش هم واقعا پیچیده نیست، هر کدوم شما میتونین استفاده. این مسیج، این کد اندروید، این لوپرشه، اینم هندلرش بود. یعنی شما الان یه تیکه از کد اندروید دیدین که بفهمیم این هندلرها دارن چی کار میکنن. در ساده ترین حالتش هم توضیحش میشه این، ببخشید من بیام اول. در ساده ترین حالتش هم توضیحش میشه این اسلاید. یعنی چی؟ شما یه ترد دارین میخواین تو یو آی رو دستکاری کنین، وقتی میخواین یو آی رو دستکاری کنین کارتونه که انجام محاسباتتونه که انجام بدین، محاسبات زمان بر، مثلا این داره شبیه سازی میکنه که کاری داره انجام، مثلا میرین یه فایلی رو دستکاری میکنین، یه چیزی رو تو شبکه از شبکه میگیرین یا تو شبکه مینویسین، فرقی نمیکنه. بعد یه پیغام می‌نویسیم میدیم به یو آی ترد، یو آی ترد هم اینجا هندلش میکنه که گفتیم اگه کامپلکس بود مثلا چه تعدادی مسیج رو هندل میکنن، معمولا با هندل مسیج می‌نویسن، اگر نه یه حالت ساده بود معمولا میان با این سینتکس می‌نویسن. خب بچه تا اینجا سوال، یعنی این تیکه هندلر ما تموم میشه. الان ما میخوایم یه مقدار با کد اندروید ها، یعنی این چیزهایی که تو کد اسلاید دیدیم مثل این آیدی ها، یه سری کارهای ساده آشنا بشیم، بعد وارد ادامه بدیم. کار بودیم رو هم می‌بینیم جلوتر. بله البته اونجا سینتکس یه مقدار فرق میکنه. دقیقاً وظیفه لوپر فقط مال تردهای دیگه، لوپر برای تعداد غیر مین هم هست، میشه اونجا ازش استفاده کرد. خب ببینیم بچه‌ها، ما برای من کد چیزو بیارم، کد این تیکه یه مقداری قبل از اینکه وارد اون بحث تمرین یک و تلگرام و چون این تمرین یک شما با همون معماری میخواد کار کنه، قبل از اینکه وارد اون فضا بشیم ما میخوایم یه مقداری برگردیم یه هلو ورلد ساده که نوشتیم. یعنی مثلا شما یه برنامه خیلی ساده هلو وردی که بنویسین اینجا الان شبیه ساز رام میشه و این برنامه اجرا میشه. یه مقدار با این ساختار درختی که اینجا هست بیشتر آشنا بشیم. شما تصویر رو بذار ببینم دارین دیگه. بله خب بریم ما یک برنامه ساده الان اینجا خروجی میاد، در واقع این یک شبیه ساز هست که توی اندروید استودیو بالا میاد ران میشه. برنامه من اینجا وقتی اینو زدم گفتم روی شبیه ساز اجرا شد، اگه گوشی یا دیوایس هم وصل بود به تپ میتونستم بگم روی اون دیوایس ران شد. شبیه سازم چه اتفاقی براش افتاد؟ یه بار دیگه رانش ببینید ما یه برنامه ساده که می نویسیم در اولین مرحله گفتیم یه اکتیویتی داریم، یه آن کرییت داریم. خب منوها این API ها رو تو جلسات آینده با جزئیات می بینیم، پس الان نگران این که اینا رو متوجه نمیشم نباشید، با جزئیات روی این ریزکاری ها بحث میکنیم. حالا شبیه ساز من یه مسئله داره یا فیلتر شکن میخوام یه چیزی، خب اول برنامه رو ران کنید اینجا شو میشه. خب گفتیم هم هر برنامه از مین اکتیویتی شروع میشه. اکتیویتی من یه دونه set content view داره، یعنی یه API داره به نام set content view که این set content view اگه کلیک را کنترل بگیرین روش
که کلیک کنین میپرین به اونجایی که هست. خب این چیه؟ اکتیویتی لیاوت. این پوشه با این پوشه که اینجا هست، با این لیاوت R تو این ریسورس ها، لیاوت R اینجا میایین توی ریسورس ها، لیاوت میایین توی لیاوت، اکتیویتی مین اینجاست. خب اکتیویتی مین که اومد برای شما این تیکه ساختار کلی پروژه رو دارین میبینید. ساختار کلی پروژه بالا شما میتونید بگین خب من میخوام اینو توی حالتهای مختلف گوشی نمایشش رو ببینم، توی در واقع حالا مودهای مختلف ببینم، یا بذارید من این حالتهای دیزاین و چیز هم در واقع ترکیبی که هست که بلوپرینتش رو به شما نمیشه، میخوام معمولا ما ترکیبش میذاریم، یا API های مختلفی که رو دیوایستون نصبه اونها رو یه لحظه API های مختلف تنظیم کنین، خروجیشتون اون API ها ببینین و چیزایی که میخوام بگم حالا کوچیک بزرگ کنین، نسبت ها رو ببینین. یک نکته دیگه خود این لیاوت ها، یعنی این لیاوت نحوه نمایش چیزش کجاست؟ رادل من چیزو پیدا نمی کنم. کد سورس کدی، حالت سورس کدی. خب اینم حالا بعد برمیگردم. بعد شما فرض کنید یه تکست میخواین، انواع تکست ویو ها مثلا ایمیل، فون، حالت های مختلف شما میتونید به راحتی بگیریم بکشین. البته رو مین اکتیویتی ما این کار رو نمی کنیم، ما میایم روی کانتنت مین اینجا مثلا میگیم خب من یه دونه تکست میخوام، خب این تکست رو میتونم بردارم بندازم اینجا و بعد جزئیات اینا رو بعداً کار کنم. بعد داریم حالا آشنا میشیم. مثلا میخوام بگم خب این به گوشه بچسبه، ببین میگیرم میچسبونم، میخوام این ورش هم بیاد وسط بشینه، از این ور روش کلیک میکنم و اینجا میگیرم و میکشم اینجا. خب این وسط چین میشه از دو طرف. چرا؟ چون این ور رو بایند کردم به این گوشه، این ور رو بایند کردم به این گوشه. حالا از بالا هم میتونم این کارو بکنم، حالا به همین شکل اینو وصلش کنم به بالا. خب این گوشه نویگیشنی که این در واقع این باری که اینجا هست، انواع حالت هایی که مثلا میگه از بالا 160 پیکسل، انواع پراپرتی هایی که میتونین تنظیم کنین، بچرخونه نچرخونه، اسکیل کنه، متنی که میخواد اینجا مثلا نمایش داده بشه، اینجا مثلا فرض کنید 2 باشه. خب اینجا متن عوض میشه، فارسی تکست. اینا رو همه این پراپرتی های کامپوننتی که داریم، مثلا یا دکمه میخوایم بذاریم، خب یک دکمه میخوایم بذاریم اینجا، چقدر فاصله از بالا داشته باشه، بچسبه به این این یه کامپوننت، این یه کامپوننت، اینم یه کامپوننت. حالا اگه بخواید اینو بچسبونین شما میتونین اینو بگیرین بچسبونین که به پایین این، یعنی این زیر اون قرار بگیره و بیاز به این یکی هم مثلا زیر این یکی قرار بگیره. این دوتا رو من اشتباه اینو چسبوندم جای این چسبوندم بالا، رفت وسط این دوتا قرار گرفت. حالا به تب همه این پارامترهایی که داریم پارامترهای زیادی داریم. خب مثلا باتم هست، تکست ویو برای ورود متن، دکمه هست، ایمیج هست برای نمایش فایل، در واقع یک فایل برای یه فایل تصویری، ریسایکلر ویو هست، اینا لیست ویو هستن. جلوتر در موردی که با اینا کار کنیم آشنا میشیم. اسکرول ویو، اسکرول بتونیم بکنیم، سویچ داشته باشیم، مثلا سویچ های اندرویدی، یعنی با ظاهر اندروید بتونیم روشن خاموشش کنیم. انواع دکمه ها، چک باکس، رادیو باتن، فلوتینگ اکشن باتن ها، این دکمه هایی که این گوشه پایین میافتن، فلوتینگ اکشن باتن ها. انواع لی‌آوت ها، مثلا میخوایم لینیر لی‌آوت هوریزونتال داشته باشیم، یعنی یه سری مثلا دکمه داشته باشیم که به این شکل ردیفی کنار هم بچینیمشون، یا چیکار کنیم از بالا به پایین استکی بیام لینیر لی‌آوت داشته باشیم. و انواع اقسام کامپوننت های زیادی اینجا هست. یعنی ببینید حالا کامپوننت های مپ ویو، اد ویو، یعنی مثلا یه ادی رو میخواین تو اپتون نمایش بدین وصلش کنین به گوگل پلی. یا کامپوننت های قدیمی تر، این لیست ویو، اینا کامپوننت های قدیمی تر که این دیگه الان کمتر ازشون استفاده میکنن. مثلا به جای این کامپوننت ها از همین کجا بود ریسایکلر ویو استفاده کنیم، یعنی دیگه این کامپوننت ها میشه یه کاری کرد که به جای اینکه از اینا استفاده کنیم از ریسایکلر ویو استفاده کنیم.
خب ما یه دونه اکتیویتی داریم، تول بار داره که اینا در واقع تول بار رو برای ما شو میکنه. من فقط اینجا یه مود چیزشو پیدا نمیکنم، ولی شو سیستمی نه بچه من دنبال چیم؟ دنبال کد XML شم آپدیت کردم، چیزمو نمیبینم. بالا راست کجاست آخه؟ نمیبینم. بالا راست نه. کسی راست نه کدام در ببخش اینجا اینو نمیده. این مود دیزاینه و در واقع اسپلیت این کدو میاره، کد XML شو میاره و این کد دیزاین رو میاره. توی iOS هم که بریم شبیه به همین رفتارا رو اونجا هم داریم. اینجا کد کامل میبینیم. اینجا ببینید کد وقتی میگم میبینید این کد مثل HTML، مثلا شما تو وب یه HTML دارین یه جاوا اسکریپت دارین، اینجا هم یه کدی دارین که این کد شما در واقع اون ظاهر برنامه شماست. یعنی ظاهری که مثلا شما میگین که یه کوردینیتور لی‌آوت دارم که بعدا در مورد جزئیات این چیه چجوری کار میکنه میشه بیشتر صحبت بکنیم. همین که من اینجا اومدم توی مین فرگمنتم، اینا رو وصل کردم به این بغلی، به این کوردینیتش کردن که مثلا بالا پایینش رو به کجا وصل باشه. از اینجا مثلا رپ کانتنت باشه، یعنی به اندازه محتواش فضا بگیره، یا اینکه نه من میخوام فضا رو بیشتر کنم، یعنی خودم میخوام بگم این اندازه اینقدر پیکسل. ببین 200 دی پی رو بعداً در موردش یه واحد مستقل از پیکسله توی گوشی های اندرویدی. اینقدر میخوام فضا بگیره، یا نه رپ کانتنت یعنی به اندازه محتوایی که متنی که اینجا نوشته شده فضا بگیره. پس این حالتهای مختلف تنظیم داره. خب اینجا معمولا میان چیکار میکنن؟ معمولا تو این سینتکس اولیه اندروید خامی که وجود میاد یه ساختار کلی داریم و یه تول بار داریم. میبینین یه تول بار داریم، بعد اینکلود میکنن کانتنت مینو، یعنی این رو، یعنی میاد میگه خب این فرم اصلی برنامه است، این داخل این داره شو میشه. ببین اینکلود کن این لی‌آوت یعنی همینجا این تو این پوشه کانتنت مین، یعنی اینجا چیزی که اینجا میبینیم. خب اینجا چی هست؟ یه فرگمنت میبینم، تکست ویو میبینم، سویچ میبینم، باتن، یعنی هر چیزی که من گرفتم کشیدم اینجا این اومد چی شد اینجا نوشته شد. بعد شما آیدی میبینید، هر کامپوننتی رو یه آیدی براش میبینید که با @id شروع @+ شروع میشه، که مثلا میگه این آیدیش اسمش از باتن. حالا هر اسمی میتونه اینجا ببینید، هر اسم آبجکتی میشه اینجا نوشت. پراپرتیاشو بعداً در موردش کار میکنیم، ولی چیز معمولی اینه که شما میتونید ببین با find view by id بگین id، یعنی تو ریسورس ها آیدی تول بار یا آیدی. فرض کن من اینجا دکمه بود که اینجا گذاشتیم، این دکمه که اینجا هست، این دکمه مثلا فرض کن این مثلا این باتمه که اینجاست. خب این باتم اینجا، این باتم فرض کن باتم 1، اینو میذاریم باتم 1. خب حالا که اینو گذاشتیم باتم 1، من میتونم اینو تو کد بهش دسترسی داشته باشم، یعنی بیام بگم چی؟ بیام بگم برو باتم 1 رو بگیر. فرض کن اینجا هم میذارم باتم، خب اینجا هم میگم مثلا باتم. خب حالا میتونم اینو وصلش کنم به یک تیکه کد set on click listener. خب set on click listener وصلش کنم حالا هر تیکه کدی که دارم. اینا یعنی من این تیکه کدی که اینجا دارم رو این بزرگ. خب اینجا میتونم کدمو بنویسم و بعد بیام بگم مثلا log dash d دیباگ میخوام با این تگ، این کاربر که رو این دکمه کلیک کرد این پیغامو توی لاکت این پایین برام یه پیغام شو کن، تگش هم مثلا بذار مین اکتیویتی، تگش هم بذار مین تگ. خب از اینجا میتونم اینا توی این قسمت فیلتر بذارم، برم اپو ران کنم، کلیک کنم، خروجیمو اینجاها ببینم. پس میشود کاری که کرد چیه؟
بچه‌ها چی گفتن؟ اینطوری هارد کد اندازه داده خوبه؟ نه اینا خوب نیست. ما فعلا فقط داریم سریع نگاه میکنیم بچه‌ها. اینا بست پرکتیس ها که نیست. ما داریم کلیت رو نگاه میکنیم که آقا این حتی مثلا در مورد ویو چیه اینا صحبت نکردیم. ما داریم میبینیم یه باتم داریم، باتم رو آوردیم تو کد گذاشتیم، داریم با کلیت موضوع آشنا میشیم. بپرس محمد جان. میخواید دستتو بالا ببر صوتی بپرس که سریع‌تر میشه. پس ما یه جایی رو داریم که شما یه لی‌آوت داریم و یه جای مین داریم. به راحتی شما میتونید لی‌آوتت طراحی کنی، توی مینت هم میتونی پارامترها رو اضافه کنی. حالا همین کار رو یعنی این تیکه اضافه کردن کد، این تیکه رو که شما توی XML توی لی‌آوت نوشتی و بعد اینجا لودش کردی رو میشه پروگراماتیکالی هم انجام داد. یعنی چی؟ یعنی بیا اینجا خودت باتم درست کنی بعد ادش کنی به اون تیکه. پس این چیز عجیبی نیست. محمد جان بفهمید. ببخشید من سوالم حالا کوتاه هم هست تو نیست. این که ما میتونیم توی دو تا لی‌آوت مختلف بفرمایید. من الان صدام وصل شد. صدام نمیاد؟ بله بفرمایید. بهم مثلا بدونم که میشه توی مختلف تو آیدی مثلا صدات قطع شد یه مقدار، میشه یه بار دیگه بگی؟ توی دو تا لی‌آوت مختلف ما دو تا آیدی یکسان داشته باشیم، امکانش هست؟ یعنی مثلا بیایم اینجا یه لی‌آوت دیگه هم داشته باشیم، یه چیزی دیگه براش تعریف کنیم. روتین نیست این کارو بکنید. یعنی مثلا الان شما بیای جای دیگه تو نیم اسپیس خودشه، خب ولی داستان میشه، یعنی پیچیدگی براتون بیاره، چون اینجا این تیکه خب این مشخصه تو این نیم اسپیسه و آرمی متوجه این موضوع میشه. من تست نگرفتم که چه این کاری کنم. چرا؟ فکرم خیلی وقت پیش تست کردم، جدیداً تست نکردم. مثلا الان یه لی‌آوت دیگه درست کنم بعد ببینیم اگه باتم یک باز تو این بذاریم چی میشه. فکر کنم خطایی نمیگیریم، متوجهین؟ ولی تست کنیم. تو نیم اسپیس خودشه. اوکی. ولی تو یه دونه کانتنت مین تو یه دونه نمیشه دو تا تکراری داشت، یعنی آیدی رو تکرار کنیم بچه. خب پس ببینید شما توی این اکتیویتیتون اومدین یه دونه کانتنت رو وصل کردین، کانتنت وصل شد به این مینتون هم میتونن آیدی بدین و تنظیم کنین. حالا اینا رو چجوری تنظیم کنیم، اینا رو چجوری تو این کد بیاریم، میشه کارهای جلسات آینده ما. یعنی ما در آینده باید رو این حوزه ها کار کنیم دیگه. درست نحوی پیدا کردن تعداد زیاد کلیک لیسنر چجوریه. الان وقتش نیست، یعنی که ما دمونی که تعداد زیادی کلیک لیسنر اینجا داشته باشیم، یعنی مثلا اولا تعداد زیاد اینجاها خیلی بی‌معنیه، معنی نداره. چرا معنی نداره؟ چون که ما توی گوشی موبایل اندازه که داریم محدوده. اگه منظورت اینه که ما یک لیستی داریم که توی هر لیستی یک دکمه هست، مثلا لیست بزرگ داریم 10، مثلا لیست 1000 تایی، لیست 2000 تایی، بعد تو هر ردیفش یه دکمه است، اون کلیکش رو چجوری هندل میکنیم وقتی به ریسایکلر ویو رسیدیم در مورد اون صحبت میکنیم. همین دو سه تا اگه در حد دو سه تا کمتر باشه همین سینتکسش مشکلی نداره. یعنی یا به این اگه همشون هم دارن به یه جا میرن، خب شما میتونید این تابع رو یه جای بیرون تعریف کنی به همه پاسش بدید، مشکلی نداره. نمیشه. بعد دیگه باید توجه بکنی بین نگهداری و مینتیننس و این چیزا، یعنی بین اینا باید الان شما میتونی این تیکه رو برداریش بریش بالاتر یه تابع کنی و فقط پاسش بدی به دو سه تایی که داری. خب تا اینجا دراوبل ها هم چیا هستن؟ این عکس هایی هستن که آیکون گوشیتون، مثلا آیکون این برنامه، آیکون گوشی کنه، آیکون این برنامه چیه، آیکون این برنامه چی هست. نگاه کنین اینجا به شما داره میگه آی سی لانچره. این آی سی لانچره که اینجا هست میگه اپ من از این داره استفاده میکنه. یه دونه هم در مورد اینا بیشتر صحبت میکنیم. اینجا یه دونه دراوبل ها هست که میشه انیمیشن های مختلف و یا کارهای تصویری پیچیده رو با این دراوبل ها هندل کرد. اینجا فایل های ببین پی ان جی، یعنی فایل ها مونه، فایل هایی که عکسن
ولی اینجا سینتکس دارن، یعنی شما میتونین مثل SVG وکتور بنویسین، بعد میتونین انیمیشن توش بنویسین. پس دراوبل ها هست، لی‌اوت ها رو داریم، منوهای برنامه، یعنی برنامه که اینجا هست شما وقتی آن کریت آپشن میکنین تو آپشن های برنامه‌تون آر منو مین منو آر منو مین منو این برنامه اینجا ببین اینجا یه دونه ستینگ داره. خب این یه دونه ستینگ داره، اینجا یه دونه آیتم گذاشته. حالا اگه میخواین یه آیتم دیگه اضافه کنین اینو کپی کنین یه دونه دیگه آیتم اضافه کنین، پس دو تا آیتم میشه براش به وجود آورد. حالا بعد کلیک لیسنرش رو چجوری وصل کنیم؟ باز اینجا پایین در مورد اینا حرف میزنه. از کجا بفهمیم همه اینا دارن میان به اینجا؟ از کجا بفهمیم کدوم منو کلیک شده؟ از روی آیدیش. از روی آیدیش با جزئیات بعداً بحث می‌کنیم. این آیدیش اینجاست، پس آیدی اینجا. یادتون باشه اشتباه رایج اینه که این پلاسه رو نمی‌نویسن و مشکل بعد اوایل کار به وجود میاد. نویگیشن ها بعدن و ولیو ها. بهترین کارم اینه که مثلا شما توی این تیکه ها متن این شکلی نداشته باشین، متن ها رو بیاین توی چی؟ توی استرینگ اینجا ذخیره کنین، بعد بگین r string in name متنش میشه، یعنی متنی که اونجا دارین و اینجاها برای خودتون بذارین. تو تم ها دستکاری بکنین، رنگ بندی ها رو دستکاری بکنین، انواع تغییراتی که میخوایم با خود فریم ورک داشته باشین، مثلا تم های مختلف داشته باشین، تول بار فیچرهای خاصی بهش بدین، به بک‌گراند اپتون سیستم بار اون بالا دستکاری کنه. خب اینجا میشه باشون تنظیمات رو انجام داد و اون نیازی که داریم رو پیاده سازی کنیم. پس ما یه پوشه ریسورس داریم که فیچرهای ظاهریمون رو معمولا اینجا میذاریم. یه کد و فرگمنت داریم. فرگمنت ها هم ببینید در موردش توی سال بیشتر صحبت میکنیم. اکتیویتی اون فرماست. حالا توی فرما معمولا یوزر کنترل دیدین توی برنامه‌های ویندوزی جاوایی که می‌نویسن یوزر کنترل می‌نویسن، کامپوننت می‌نویسن، به اونا میگن فرگمنت. یعنی یک قطعه کدیه که ممکنه چند تا یا توی چند تا فرم یا توی یه فرم دو بار حتی ازش استفاده بخوایم بکنیم. یعنی یه به نوع کامپوننت اینو نگاه کنین، اینو فرم نگاه کنین، اینو کامپوننت نگاه کنین که داخل فرمه. که توی اینجا هم همین توی این ریسورس ها الان من با اصطلاحات ویندوزی یا دسکتاپ پروگرامینگ دارم میگم خاطر اینکه راحت تر براتون جا بده، ولی اصطلاحات اندرویدیش میشه اکتیویتی فرگمنت. فرگمنت یه ظاهر یه یو آیه که ریوز میشه جای مختلف ازش استفاده کرد. اینجا اگه تو این لی‌آوت دقت کنین مین اکتیویتی شما یه دونه کانتنت مین داره. ببین این کانتنت داره که این کانتنت فرگمنت های مختلف، یعنی یا این ظاهر توشه یا این ظاهر. پس میشه دو تا ظاهر دو تا فرم توش باشه، یعنی انگاری که مین پنجره اصلی تونه یا این پنجره توش باز میشه یا این پنجره. اصطلاح پنجره اصطلاح درستی نیست، فقط برای اینکه شهود داشته باشین به این سبب گفتم. تو خود XML برای باتوم متد کلیک تعریف کنیم. دورین میگه میشه یعنی دورین داره میپرسه که بچه اینجاها میشه کد در واقع آن کلیک رو نوشت، میشود وصلش کرد، یعنی آن کلیک رو اینجاها اسم متدش رو اینجا بنویسیم، ولی این سینتکس هم معمولا این کار رو نمی کنیم. معمولا آن کلیک رو تو کد وصل میکنیم که راحت، یعنی اینجا فقط ظاهر باشه، چیزی به کانکشن نه. تو کد میریم میفهمیم به کجا وصله. کد میشه اینجا نمیشه؟ نه کد نمیشه اینجا نمیشه. اما تو جزء نظم دلیلی داره اینکه متن مستقیم نباشه. نه متن مستقیم نباشه به غیر از نظم این چند زبانه کردنم این مشکل میخوره. پراپرتیشو داره، میتونه چندین بار تکرار بشه متنش این بار. خب ببین تا اینجا ما اومدیم یه برنامه ساده نوشتیم، یه برنامه ساده. الان شما باید همتون بتونین این برنامه رو ران کنین، دکمه رو بذارین، دکمه رو روش کلیک کنین، مسیج. این کار رو حتما انجام بدین. یعنی شما یک برنامه ساده در این حد که دکمه داشته باشین، یه دونه تکست ویو داشته باشین، حتما پیاده سازی بکنین. پس این خیلی مهمه که شما بتونید اولین برنامه‌تون این هفته، یعنی الان شما باید تک تکتون اونایی که تا الان برنامه اندروید اصلا ننوشته بودن باید یه برنامه بیارن بالا، یه دکمه بذارن، مثلا دو عدد رو با هم جمع کنین، حاصلش رو نمایش بدین. این کارو باید بکنین. سختم نیست. به همین سبکی هم که اینجا گفتم، یعنی شما دو تا تکست میایین توی مثلا این فرگمنتتون، توی تکست دو تا تکست ویو میندازین، یه دکمه هم میندازین، بعد میان اینجا
آن لیسترن رو میگیرین، بعد میخواین مقدارش رو بگیرین، فاین ویو بای آیدی میکنین، تکست ویو اول، تکست ویو دوم، ولیوش رو میگیرین، ولیو دوم میگیرین، با هم جمع میکنین، میریزینش توی یک کامپوننت دیگه. پس الان باید بتوانین در اندروید 2 تا عدد بگیرین با هم جمعش کنین. خیلی نکاتش رو نمیدونین، عیبی نداره، ولی انجامش بدین. پس این که خیلی نکات نمیدونین نترسین، انجامش بدین، دلیل داره که اینو میگم. میشه با کد نوشت میشود یک کامپوننت در زمان اجرا، یعنی اینجا یک کامپوننت باتم درست کرد و ادش کرد. بله میشود یک کامپوننت درست کرد و ادش کرد. اینجا جزئیاتش رو بعداً میگیم، یعنی که توی پروگراماتیکالی این کار رو بکنی رو بعداً میگیم. خب حالا من میخوام بیام توی کد تلگرام. بذارین چرا میخوام بیام تو کد تلگرام من اینا رو درست کنم که قاطی نکنم. دکمه متد کلیک، بله میشه برای چندین دکمه یک متد گذاشت. بله به ست آن کلیک رسنش یک متد یکسان پاس بدید، به همین راحتی. توی سایت هم نوشته ایم که شما اگه میخواین توی در واقع چی بوده پیج درس، خب پیج درس بریم، من کد تلگرام رو مسیرش رو گذاشتم براتون که تو همین مسیرم هست، اونجا هم کلیک کنین میتونین ببینین. این سورس کده. سورس کد به شما هم داره میگه اندروید استودیو S4 NDK باید نصب کنین. NDK رو حتما بیاین توی قسمت ستینگ توی اینجا لیست تولزا که میاد بهتون میگه که NDK، اینجا تیک NDK رو بزنین و بذارین نصب بشه. و NDK هم که به شما اینجا گفته اینه که ورژن 20 به بعد باید باشه. بعد از اینکه کد آوردین ما الان میخوایم چیکار کنیم. ما الان ببخشید من این رو دیدم ولی فکر کردم آن آفیشاله. نه این کد رسمیه. این کد، این لینکی که اونجا نشون دادم آخرین ورژنیه که پابلیش شده است. ما کد رو باز میکنیم. خب کد رو کامپایل بکنین راحت اجرا میشه، مشکلی هم نداره. کد بسیار بزرگه. یه بخشای از کد رو توضیح میدم. چرا میخوایم این کارو بکنیم؟ ما میخوایم بحث همروندی در جاوا رو دیدیم، بحث همروندی در اندروید رو دیدیم، حالا میخوایم یه نمونه واقعی از پیاده سازیش رو ببینیم و بعد از همین نمونه واقعی که توضیح میدم با همین روح، با همین نوع تفکر میخوام تمرین یکتون رو انجام بدین. کیفیت تصویر افت کرده. من کاری نکردم به جان خودم. نه من هیچ کاری نکردم بچه. پس ببینید هدف رو اول گم نکنیم. هدفمون چیه؟ ما نمیخوایم با همه جزئیات کد رو بخونیم. هدف ما اینه که ببینیم خب این همروندی کجاها کاربرد داره، چرا من اینقدر روش تاکید کردم. برای سیستم های بزرگ در واقع یک اپ با کیفیت حتما شما باید کد همروندی باش برخورد میکنید. خب پس میایم چیکار میکنید؟ در یه سیستم واقعی اینو با هم دیگه ریویو میکنیم. خب ببینین ساختار این کد من توضیح میدم. واقعیتش این که اولین بار من برای کسی یا جایی این توضیحات رو میدم و مقاله یا سایتی یا وبلاگی که در مورد این مطلب بخواد شما مطلب از روش بخونید نیست. این توضیحات کاملا تجربیه. ببینید شما یه پوشه سورس دارین که این پوشه سورس توی تلگرام بخش جاواش کلابری، من اینجا رو اندروید گذاشتم. ببینید کلی سرفصل داره. یه قسمت یو آی دارن که اون ظاهر هست و یه قسمت کامپوننت هست که کلی کامپوننت هایی که شما توی اپ میبینین اینجا نوشته شدن. شما هم در این ترم در آینده مثلا یاد میگیرین که یه دونه سویچ یعنی یه سویچ ساده خودتون بخواید بنویسین. این سامپلی که شما برید یه دونه کامپوننت مثل باتم خودتون بنویسین، یه سویچ بنویسین. چند تا نکته داریم اینجا. وقتی میخواین کد یه تیمی رو بخونین نگاهش نکنید بعد بگید این کد به درد نمیخوره، این کد خوبه، این کد بده.
اولا که ما در جایگاه قضاوت نیستیم، دوم اینکه کد رو باید در زمان، در تیم، در فرهنگ اون مجموعه تحلیل کرد. همین شکلی نمیشه واقعا یه حکم صادر کرد. ما نمیخوایم این کارا رو بکنیم، ما میخوایم درس بگیریم از این کد. پس ممکنه خیلی سوال پیش بیاد، حالا اونا رو میتونید تو گروه بپرسین، ولی من هدفی که اینجا دارم بحثمون همروندیه، چیز دیگه نمیخوام از این کد یاد بگیریم. یه کلیتی میگم که ببینین شرکت‌های بزرگتر مجبورن تو این حجم از کد کار کنن، پس حجم کاری که میخوان، پرکتیس هاشون خیلی وقتا با روش‌هایی که ما به صورت معمولی یا با تو پروژه‌های کوچیک داریم باش کار میکنیم خیلی فرق داره. ببین مثلا برای انواع اون سل ها، اون ردیف هایی که تو تلگرام میبینین، انواع و اقسامشون، مثلا لودینگ میاد، لوکیشن رو میبینین، انواع و اقسام کلی کامپوننت نوشته شده. تکست مثلا سل، یعنی تکست رو هم اومدن خودشون نوشتن. دلیل داره اینا واقعا، و بحث های زمانی، فرهنگی اینا هم پشتش هست. پس کلی کامپوننت خودتون اینجا هست که از اونها میشه یاد گرفت. ولی اگه بخوایم وارد این فضا بشین، خب گیج میشین، اصلا به هیچ چیزشون متوجه نمیشین. ما نباید بریم بگیم از به بسم الله شروع میخوام همه این کد رو بفهم. خب نمیفهم. این کد مگه یک نفر نوشته، شما بخوای مثلا چقدر زمان بذاری همه جزئیات رو متوجه بشی؟ پس یه قسمت دارن کامپوننت های که تو تلگرام میبینین، انواع و اقسام کامپوننت ها، تول بار، دکمه، تکست، هر چیزی میبینین اینجا نوشتن. من اینا رو توضیح کلی میدم به خاطر اینکه میخوام ببینین نظم داره هر چیزی. شما تو کاراتون نظم بدین و وقتی من ازتون تحویل میگیرم دنبال اینم که شما یه کار مهندسی شده نظم توی کدها، توی ساختار ببینم. واقعا تی جی نت ما باش کاری نداریم، تو لایه پروتکل، تو لایه اپلیکیشن فعلا خیلی کار جدی باش نمیخوام، مثلا واردش نمیشیم. SQLite بحث دیتابیس، یعنی اون قسمتی که شما میخواین دیتا رو آفلاین، دیدین اپ تو حالت آفلاین هم کار میکنه. خب تو حالت آفلاین دیتا رو کجا نگه میداره؟ توی دیتابیسی نگه میداره، توی سری تیبل نگه میداره. خب این ارتباط با اون لایه رو این داره منیج میکنه برامون. فرمت که بحثش اینه که خب فرمت تلفن ها در سراسر دنیا رو ساپورت بکنه. مسنجر هست که انواع کامپوننت ها، مثلا کامera، انواع گوشی ها، ویدیو پلیر مثلا ورژن 2 اندروید رو بتونه باش کار کنه، و کلی از سرویس هایی که یا کنترلر هایی که سرویس هایی که تو لایه دوم با تلگرام باشون کار میکنه اینجاست. خب توی این مسنجر هست. خب ظاهر برنامه اینجاست توی یو آی به مسنجر میگه من یه سری کار دارم، یا خودش میتونه انجام بده، یا اینکه مثلا از لایه دیتابیس میگیره، یا باید بفرسته تو نتورک و لایه پایینتر، لایه C++، یعنی جیمی. اینجا کدهای غیر جاوایی نوشته شده، یعنی کدهایی که لایه سطحشون پایینتره. چند تا درس همینجا میگیریم. این تی جی نت لایه پروتکل، یعنی پروتکل تلگرام توی اندروید، توی دسکتاپ مثلا ویندوز، توی دسکتاپ اوبونتو مثلا، یا توی آی او اس، همشون با کد سی پی پی نوشته شدن. یه بار نوشتن، جاهای مختلف ازش استفاده کردن. این سطحش پایینه، برای درکش باید یه مقداری بحث رمزنگاری رو هم آشنا باشین، بحث پروتکل ها رو آشنا باشین. یه نکته هم داره، این کانکشن هاست و این سشن هاست که اینا تو لایه پایین دارن ارتباط من با سرور رو برقرار میکنن. ترد هاش هم در لایه C++، یعنی در لایه C داره ایجاد میشه، که ما فقط من توضیح میدم در همین حد. جزئیات داره، ما جزء سرفصل درس ما نیست، یعنی کمکی نمیکنه ما بخوایم وارد این فضا بشیم. ولی اونایی که علاقه‌مندن خیلی جذابه خوندن اینا، و الان این وقت شما این کار الان شما نیست. اگه خواستین بخونین تابستون که درس ندارین، خیلی جذاب از این کارا بکنین. جوری تیم‌های بزرگ ظاهرشون رو یک دست میکنن. الان تایم اون جواب به این نیست، نمیرسم واقعا. بذارین کلیت رو بگم. بعد چندین تا چیزای جذابی، مثلا میبینید از FFmpeg استفاده کردن. FFmpeg یک لایبرری بسیار بزرگ، بسیار قوی در لایه پردازش تصویر، ویدیو و این چیزاست، ولی
خیلی پرحجمه. اگه بخواد FFmpeg استفاده کنه کل لایبرری رو اضافه کنه به پروژه، حجم برنامه بسیار بالا میره. وقتی نگاه میکنی میبینی اولا برای معماری های مثلا ببین سخت افزارها اینا در واقع معماری کامپیوترهای مختلف اومده ورژن های یعنی کامپایل دات ای فایل های آبجکت فایل هایی که مثلا برای به زبان سی اومدن فایل کامپایل کردن دیگه. ویندوزی ها مثلا میگن DLL، اینا رو کامپایل کردن برای معماری های مختلف. چرا نیومدن کل FFmpeg رو کامپایل کنن؟ اون قسمتی رو یعنی یک کسی که روی FFmpeg آشنا بوده، لایبرری های اضافه شو از چیز گفته من اینا رو نمیخوام کامپایل کنم، یه خروجی گرفته به اندازه نیاز تلگرام به اینجا که حجم برنامه زیاد نشه. خب کلی ویدیو نشون میده، تصویر رو تغییر میده، رنگ رو عوض میکنه، کلی از این کارها میکنه دیگه. پس FFmpeg برای اونجا داره باش کار میکنه. یا میبینیم وب پی چیه، وایپ چیه، اونجایی که میخواد پردازش صدا کنه، تماس تصویری یا برای در واقع پروتکل چی بهش میگن، انکودینگ دیکودینگی که میخواد برای صدا انتقال صدا باش کار بکنه، توی صدا کار کنه، ببینم از این پروتکل انکودینگ داره استفاده میکنه. برای تصویر داره از این استفاده میکنه. وب پی داریم، وب ام داریم. وب ام برای ویدیو، وب پی برای تصویره. اینا توی کروم استفاده شدن، از پروژه کروم گرفتن یه کامپایلش آوردن اینجا هم دارن استفاده میکنن. حجم تصویر رو مثلا 25% کمتر میکنه. پس ببین خیلی جزئی ایناست که تفاوت یه پروژه چند میلیون دلاری رو با یه پروژه مثلا 1 میلیاردی ما مشخص میکنه. خب خیلی جزئیات. و مثلا ما اگه بخوایم وب پی استفاده کنیم، تهش اینه که میریم کل پروژه رو بهترین حالتش اینه که اونو کامپایل میکنیم میذاریم اینجا. خب نه، این چیزای اضافه شو که نمیخوام پاک میکنن که باز حجم فایل کم بشه. خیلی جزئیات واقعا. تیجنت هم گفتم. به هر حال من زیاد وارد این قسمت دیگه نمیخوام بشم. این چیه؟ این تیکه کدهای نیتیو، یعنی نیتیو موبایل، کدهای CPP که یه سری فیچر به من میدن که ما تو جاوا ازش استفاده کنیم. ما هم میتوانیم وقتی اپ درست میکنیم کد مثلا یه لایبرری خوب تو CPP داریم، تو پایتون داریم، میتونیم تو موبایل ازش استفاده کنیم. بله، راه حل دارد و قابل استفاده است. خب پس تا اینجا ما یه کلیتی رو گرفتیم. هدف ما اینجا چی بود؟ تا الان هیچی در مورد همروندی نگفتیم، فقط ساختار کد آشنا شدیم. ببین توی یو آی اون صفحه اول تلگرام که میاد که شما لیست کاربراتون، لیست کانال ها، چنل ها، گروه ها، اینا رو میبینین. اون صفحه کجاست؟ اون صفحه اسمش دیالوگه توی API تلگرام، یعنی اینجاست. این دیالوگ اکتیویتی است. خب این دیالوگ اکتیویتی اون صفحه اولیه است که ما توی تلگرام میبینیمش، یعنی اون صفحه که لیست دوستا و کانالاتون. خب برای من جذابه که میخوام ببینم آقا اگه یه لیست یه برنامه اندرویدی دارم، میخوام یه لیستی از سطرها نشون بدم. همین کار ساده رو ببینیم چه شکلی باید انجامش بدیم. خب ببینید تو تلگرام چه اتفاقی میفته. اگر اینترنت باشد، اول داده اگه هیچی نداشت بار اول باشه، یه دونه صفحه خالی نشونتون میده. با یه نفر حرف میزنین، میره از نتورک اون دیتا رو براتون میاره، شروع میکنه سطرها رو دونه بدونه چیکار میکنه، شو میکنه براتون. اگر اینترنت نبود، یعنی شما کانکشنتون آفلاین بود، چیکار میکنه؟ تو آفلاین میاد آخرین دیتایی رو که گرفته به شما شو میکنه. هر موقع اینترنت اومد میره از اینترنت دوباره اینترنت میگیره، با این داده موجود مرجش میکنه. همین الان رفتارش پیچیده است. پس این شکلی نیست که بگه خب اینترنت نداری، شما نمیتونی از اپ استفاده کنی، برو بیرون. پس چی کار داره میکنه؟ میگه که یه لحظه من اینو بکشم. میاد میگه که این برنامه منه. خب این چه برنامه اینجا میکشی؟ خب بذار این شکلی بکشیم. میاد میگه که این اپ منه. خب تو این اپ میاد یه تعدادی سطر نشون شما میده. خب اولین کاری که میکنه میره کجا؟ میره فرض کن اینجا پایگاه دادهش هم SQLite، میگه ببین این کشه منه، ببین تو کش چیزی هست، بده میخوام نمایشش بدم. پس
اول میره از کش میگیره، بعد میاد میگه چی، برو از نتورک هم بگیر، یعنی میاد اینجا توی سرورش میگه این هم سرورمه فرض کن، میگه این سرور برو از اینم بگیر، بعد بیا اینجا، خب این دوتا اینجا مشکل میشه، میاد یه لایه هم اینجا اضافه میکنه، میگه برو دیگه تو نیاد اینو بگو اینم بگو، یو آی تو به این بگو این قسمت، بعد این خودش میره از این میگیره، همزمان از اینم میگیره، خروجی رو مرج میکنه به تو نوتیفای میده. ببین پیچیده داره میشه، داره سرفصل یه مقدار پیچیده میشه. پس چیکار میکنه؟ یه جایی رو به وجود میاره، چون ممکنه همون زمان که داره تو این لیست کار میکنه یکی دیگه هم یه ایونت دیگه هم برای شما بیاد، اونم باید نوتیفای کنه دیگه. پس باید یه جایی داشته باشه که منیج کنین پیچیدگی رو. اینجا اومدن یه کانسپت، یه کلاسی تعریف کردن به نام نوتیفیکیشن سنتر. یه دونه تلگرام اومده یه کلاس درست کرده به نام نوتیفیکیشن سنتر، گفته هر کسی که میخواد ایونت ها در کل برنامه، مثلا یه جایی رو درست کرده، ایونت ها رو اینت گذاشته، بعد اومده دونه دونه بهشون آیدی داره، همین پلاس کرده. مثلا وقتی یک پیغام جدید رسید به من، میخوای اینو بفهمی، وقتی اینترفیس نیاز به آپدیت داره، توی استیکی iOS هم هست، توی جاهای مختلف هست بچه ها از این چیزا. واقعا من الان برام چی مهمه؟ برام اینه که شما این نوع طراحی رو آشنا بشین، این که کجا هست، خیلی جا هست تیک اینجا هست. نه بعد ببینین، پس یه سری ایونت در سراسر برنامه وجود داره که آدما براشون مهمه، مثلا فایل آپلودش تمام شد، پروگرسش تغییر کرد، اینها میخواد توی یو آی تأثیر بذاره. پس ایونت های مختلف برنامه رو اومده چیکار کرده؟ تعریف کرده. حالا ببین من با همین سبک اسکیم دارم میکنم، میبینم اینجا چیکار کرده؟ سینگلتون پترن زده. همون اسلاید اول یادتون بود گفتم یکی از دوستانتون پرسید سینگلتونه، گفتم آره، یه اینستنس ازش گرفته، بعد گفته لیزی لودینگ کرده، گفته مقدار نمیخوام داشته، اگه نداشت مقدارش رو آبجکتش رو ایجاد بکن، در غیر این صورت همون قبلی رو برگردون. پس یه سینگلتون اینجا زده تو نوتیفیکیشن، یعنی نوتیفیکیشن سنتر یه دونه است در کل پروژه، همه میتونن بهش رجیستر کنن ببینن چه اتفاقی داره میفته، همه کامپوننت های برنامه. بعد میام پایینتر میرم ابزرور، توی پترنا دیدم ابزرور پترن هم دارم. ابزرور چی بود؟ ابزرور این بود تو پترنای حالا کورسایی که شما پاس میکنید، این که یه کامپوننتی میخواد برای یه ایونتی گوش بیسته. ببین اینجا یه کسی میاد میگه یه اینت چیه؟ همیناست اینا. مثلا میاد میگه من میخوام برای این اتفاق گوش بیستم، اگه این اتفاق افتاد به من خبر بده. پس این میاد یه آرایه‌ای میگیره، یه آرایه‌ای میگه برای این آیدی این کدها، این کلاس ها چیکار کردن؟ خودشون رو رجیستر کردن. یه جایی هم ریموو میکنه ابزرور، یعنی یکی هم که کارش تموم میشه، مثلا تلفنت زنگ میخوره، اون میاد میگه دیگه به من خبر نده مثلا. پس یه ابزروری هم داره. پس من عملاً از این کلاس چی یاد میگیرم؟ از این کلاس یاد میگیرم این همه جزئیاتش رو فهمیدم؟ نه لازمم نیست. فهمیدم یه نوتیفیکیشن سنتر دارن که این نوتیفیکیشن سنتر سینگلتون است و ابزرور پترن رو تو خودش پیاده سازی کرده برای اینکه کامپوننت های مختلف درون پروژه بتوانند به رخدادهای برنامه گوش بدن و هر موقع اون اتفاق افتاد اون کامپوننت اگه زنده باشه ایونت رو دریافت کن. تا اینجا قبوله؟ یعنی ببین الان من میخوام فقط به این نکته رسیدم که آقا نوتیفیکیشن سنتر داره میگه این اتفاق افتاد، این اتفاق افتاد، این آدم ها رو هم خبردار کن، این کامپوننت ها رو هم خبردار کن. آریان بگو. سلام استاد خودتی. یه سوال من دارم، اینکه مثلا توتال ایونت ها هستن ما پلاس کردیم، یعنی اضافه تا پایین پلاس کردیم، درسته؟ خب بعد نه ما آیدا رو لازم داریم یا لازم نیست بدیم؟ یعنی آیدا اینا برای ما الان مهم نیست، چون ما ببین اینا رو چجوری میشه روشون کار کرد، یعنی این خوبه بده یا آیدیا رو که لازم نیست واقعا بدونیم. خب ولی الان هدف ما این نیست اصلا به این دغدغه توجه بکنیم. ما میخوایم روح معمار طراحی رو درک کنیم. شما بعد بگید مثلا امید من میخوام اینو انامریشن بذارم، خب بذار، اصلا مهم نیست. من حس کنم نه ما الان چیا برامون مهمه؟ میخوایم ببینیم این اون لیست چجوری. ما الان فهمیدیم که یه دونه ایونت سنتر داره، قبوله؟
این برامون. حالا درسته. ممکنه تکنیک پیاده سازی این به یه سبک دیگه باشه، مهم نیست، اونا جزئیات پیاده سازیه. ما باید تو زمان، تو تیم اینا رو میشه تغییر داد. آره میشه بست پرکتیس. اوکی بچه الان دنبال بست پرکتیس ها نباشی، الان برامون مهم نیست بست پرکتیس ها. الان ما تو معماری هستیم، نه توی لایه زبان برنامه‌نویسی که آیا این کار تو جاوا درست است. این الان نمیخوام، اصلا نمیخوام به این سوال جواب بدم. خب ببینیم ما تو این دیالوگه خوب دقت کنید. پس یه جای دیدم یه دونه همین کلاس نوتیفیکیشن سنتر یه اینترفیس داره. ببین یه اینترفیس داره این جاوایی دیگه، did receive notification. پس این دیالوگه میاد یه جایی داره، ببین میگه اگر این ایونت رخ داد بیا این کارا رو کن. خب این کارا رو بکن. اگر این ایونت رخ داد بیا. الان شما میگی مثلا امید این چرا اینقدر else if نوشته، خب یه دونه سویچ بنویسه. میگم بابا مهم نیست، الان دغدغه من نیست. بعد شما باید اون تیم و تو زمان و توی سالی که اینو نوشته و دلایلش رو ببینی و شاید تست پرفورمنس کرده. اینا مهم نیست الان که در مورد این میخوام برام مهم باشه که این if else خب باشه شما سویچ بنویس، شما else if بنویس. اینا جزئیاتی میشن که اگه بخوایم واردش بشین گم میشین، یعنی به هدف اصلیتون رو گم میکنین. ما چی رو داریم متوجه میشیم؟ میگیم آقا یه جایی هست تو این کلاس دیالوگ اکتیویتی که یه اینترفیسی رو پیاده سازی کرده. این اینترفیس رو پیاده سازی کرده. کجا؟ توی اینجا. ببین این دیالوگ اکتیویتی، گفتم دیالوگ اکتیویتی همان صفحه اولی است که وقتی تلگرام رو باز میکنین، همین الان رو تلگرام کلیک میکنین اون صفحه اول میاد. این همون صفحه است. یه اینترفیس رو پیاده سازی کرده. این اینترفیس چیه؟ وقتی یک ایونت، یک رخدادی در برنامه اتفاق میفته، اگر شما خودتون رو براش رجیستر کرده باشین به این کلاس خبر میده. اونجا بود که گفتیم این کامپوننت یه سری آرایه داره، اد ابزرور اینجا میاد توی لیستی اضافه میکنه. چی رو به لیست اضافه میکنه؟ اون کامپوننت شما رو دیگه، این کامپوننت دیالوگ رو بهش اضافه میکنه. حالا مین اکتیویتی اول این، یعنی برنامه این از کجا شروع میشه؟ یعنی این اکتیویتی، این فرم، تلگرام اومده یه بیس فرگمنت خودش بیس نوشته، یه کلاس پدر نوشته. اون موقع اون سال فکر کنم 2013 این کد نوشته شده اگه اشتباه نکنم. اون موقع اومدن یه استانداردی برای خودشون طراحی کردن. مثلا گفتن برنامه ما به جای اینکه از آن کرییت شروع بشه، نه اینکه به جای اینکه از آن کرییت شروع بشه، وقتی آن کرییت کال میشه ما خودمون میایم با سینتکس خودمون، با ای پی آی خودمون داریم کار میکنیم. به زمان باید توجه کنید. الان نگید ببین آن فرگمنت کرییت اومدن نوشتن، پس شما این از من فعلا بپذیرید چون نمیخوایم وارد علت‌های اینا بشیم. ما میگیم این هم آن کرییت است، آن فرگمنت کرییت هم آن کرییت اندرویده. یه لایه بالاتر اومدن گفتن وقتی آن کرییت کال شد بیا آن فرگمنت کرییت رو کال کن. پس اوکیه، مشکلی نداره، ما بعد باش کار میکنیم. حالا یه سری دیتا رجیستر که بعد اومده گفته آها نوتیفیکیشن سنتر اد ابزرور من رو رجیستر کن برای این رخ داد، من رو رجیستر کن برای این رخ داد، من رو رجیستر کن برای این رخ داد. یعنی چی؟ یعنی اومده گفته وقتی صفحه اصلی تلگرام بالاست این ایونت ها برام مهمن. اپدیت لاگ اوت، یعنی اگه کسی لاگ اوت کرد باید من بفهمم، میخوام یه کارایی بکنم. دیالوگ نید، این دیالوگا یعنی اون صفحه اصلی من نیاز داره به ریلود شدن، یا دیتای جدید اومده یا یه نفر یه پیغام جدید به من داده. دیالوگ نید ریلودد. خب پس یه جای، یعنی تو اکتیویتی من، تو اون فرم من اومده به یه دونه نوتیفیکیشن سنتری خودشو رجیستر کرده، اد ابزرور خودم رو برای این اتفاق. این چیزی که من میخوام از این کد بفهمین همینه. الان شما مین اکتیویتی تونو اینجا مثلا توی این کد ساده قبلی هلو ورلد، این مین اکتیویتی تونو میتونین یه نوتیفیکیشن مثلا به جای این نوتیفیکیشن سنتر درست کنید. وقتی اینجا میخواید اتفاق بیفته، همه این اتفاقات تو این کلاس میفته، این خودشو به این کلاس رجیستر میکنه. اینا هم همین کاری کردن. شما الان لازم نیست تو هزاران خط کدش گم بشین، میتونین فقط همین تیکه ها رو متوجه بشین. دیالوگ میره پیش نوتیفیکیشن سنتر. حالا خوب دقت کن،
نوتیفیکیشن سنتر اول کار که بالا میاد شروع میشه، میگه این دیالوگ لود نشده، یعنی بار اول میره پیش مسیج کنترلره. ببین دیگه get in instance لود فلان اینا همه دیگه یعنی مطمئنم دیگه این چیه، سینگلتونه. میره پیش مسیج کنترلره، میگه برام اون لیست رو بیار، از 0 صدتای اول رو بیار، از کش بیار یا نیار. ببین داره بهش میگه از کش بیار چون بار اوله. هنوز ما میدونیم نتورکه تا برو بیاد از کش کنتره، پس بار اول رو کش بذارم. خب بچه ها پیجینگ رو چند بذاریم؟ من چه میدونم 20 بذارم، 50 بذارم، 100 بذارم. اگه از من بپرسن فردا میگم 100 بذاریم. چرا؟ چون تو کد تلگرام دیدم 100 گذاشتن. چرا؟ نمیدونم، خوب است بد است نمیدونم. من توی شرکت بزرگ دیدم 100. توی فیسبوک هم توی کد پارس سرور دیده بودم 1000 مکسش، 100 پیشفرض مکسش 1000. چرا؟ نمیدونم، دلیل علمیشو نمیدونم. احتمالاً تست زدن دیدن این اعداد منطقیه. پس خوندن کد شرکت بزرگ یه چیزایی این تیپی هم به من اضافه میکنه، یه چیزایی که نمیدونم چند بذارم، 20 بذارم، 50 بذارم، 70 بذارم، اینا رو به من میده که یه شهودی داره. یا فلانی گذاشته 100 منم میذارم 100. خب حالا اینجا رو دقت کنید. پس ببین بار اول که کد اومد بالا، خودشو اول رجیستر کرد، بعد گفت برو از کش برام داده بیار. وقتی میخواد بره از کش براش داده بیاره، یعنی اینجا این فرام کشه، ببین دو تا اتفاق میفته، یا از کش باید بیاره یا نه. ببین یا از کش یا از نتورک. اگه از کش باید بیاره میره پیش این، اگه باید نتورک بیاره میره پیش این. چون کانکشن منیجره، ببین باز این هم سینگلتونه. کانکشن منیجره فقط اینجاشو میخوام نگاه کنید. send request storage post runnable storage queue چیه؟ storage queue اینجاست. اینم تایپشو نگاه میکنم، ترده. استاپ، برگردم، عمیق نمیشم، چیه ولش کن، میام عقب آروم. پس چی شد؟ از یو آی ترد اومدم توی لود دیالوگ گفتم کشه، گفتم فرض کنم نه، اینا رو هم نمیخوام، اینا لایه‌های پروتکلن، اینا رو فعلا کاری باشون ندارم. گفتم برو سند ریکوست بفرست چی به شبکه، از شبکه بره تو سرور جواب بیاد اینجا. اینم مثلا برام مهم نیست. این چیه؟ اینو میزنم میرم جلو میبینم اینم نگاه میکنم میبینم خب این کلاسه چیه؟ ترده. پس چی شد؟ از یو آی ترد رفت توی نتورک ترد. اینجا کاری باش دارم؟ نه، فعلا نمیرم جلو. یه چیزی فهمیدم، خودشو برد پیش نوتیفیکیشن سنتر، رجیستر که برای یه سری اتفاق، گفت اگه نتورک نیست، اگه نتورکه برو تو ترد نتورک یه کاری برام دیتا بیار. چجوری؟ کارش ندارم. اگه کش بود چی؟ برو از یه جای دیگه ای دیالوگا رو بیار. خب اینم میاد اینجا، اینو ببینم چیه، اینو میزنم، دوباره اینو میزنم، اینم ترده. پس 2 تا ترد داره. یه ترد داره برای آوردن دیتا از دیتابیس، از کش که یو آی در واقع سنگین نشه. یه ترد داره برای چی؟ برای نتورک هم آورد برای اینکه دوباره چه جوری جواب برمیگرده. ببین الان اینو وقتی کال کرد خروجیش وایده بچه‌ها، اینجا می‌بینین. پس این بیچاره دیالوگ از کجا میفهمه؟ دیتا رو برداره بریزه تو لیسته؟ این نوتیفیکیشن سنتر بهش پیغام میده. من قطع شدم. ببخشید بچه، من قطع شدم فکر کنم. خب صدای منو دارین الان؟ من متوجه نشدم تا کجا صدام بود نبود. یه بار دیگه این تیکه رو میگم. ببین گفتم که اینجا خروجی این تابع، دقت کنید بچه ها، وایده.
پس نمیتونه دیتا رو این بگیره ریترن کنه به لای بالا، چون این توی یه ترید دیگه است. اون تردی که ورکر کارگره، این هم یه ترد کارگر دیگه است. اینا جوابو باید به یه جایی بریزن و این بنده خدا متوجه بشه. پس اینا جوابو میریزن پیش نوتیفیکیشن سنتره. نوتیفیکیشن سنتر این کلاس من رو با خبر میکنه، اینم میاد دیتا رو ور میداره. تا اینجا چی شد؟ کسی میتونه یه ریویو سریع تا اینجا بکنه؟ خب سید جان بفرم. صدا میاد؟ بله بله. هرچی متوجه شدی رو بگو. خب ما اولش اومدیم یه بررسی خود تلگرام کردیم. اول از همه گفتیم که دایالوگ اکتیویتی یا استیشن همون جاییه که لیست چت رو می‌بینیم. بعد رفتیم یکم ساختار رو بررسی کنیم. اولا دیدیم که خب آن کرییت نداشت، ولی به خاطر اینکه خودشون بیس اکتیویتی رو یکم دستکاری کرده بودن که فرگمنتی باشه با آپشن‌های خودشون و یه سری توابع خودشون داشته بودن. پس همون آن فرگمنت کرییتد در واقع اینجوری همون آن کرییت خودمون هستیم دیگه. اسمش اینجوری آن فرگمنت کرییتد. توی اون خب چند تا کاری که انجام شد. اولا من قبلش بگم که اول از کلاس نوتیفیکیشن سنتر رو دیدیم که عنوان مرکزی بود، همه اونجا پست می‌کردن و یه سری با الگوی ابزرور پیدا شده بود، میتونستن سابسکرایب کنن به نوتیفیکیشن های اونجا میاد که با خبر باشن. اگه اون ابجکت هم یه جایی زنده باشه با خبر باشه، رو سابسکرایب کنن به تغییرات با هم الگوی ابزرور. اونو دیدیم و دیدیم خب یه سری خیلی زیادی ایونت تعریف شده بود، اینجوری به هر کسی یه آیدی داده بود. اونجا همه الان تصویرش هست. نه این نیست، این دایالوگ اکتیویتی. بعد رفتیم دایالوگ اکتیویتی رو دیدیم که میاد به تک تک نوتیفیکیشن ها سابسکرایب میکنه. یعنی یه جوری میگه که من اینو هم ابزرو کنم. توی با ابزرو میگه که مثلا اون ابجکت من هستم، همون دیسک رو میده و اون ایونتی که میخواد ابزروش کنه. بعد از این کارو کرد، حالا بعد اون پیدا میکنه رسیدیم جایی که این حالا میخواد دیتا رو از کش لود بکنه. حالا قبل از نتورک رو ریکوست بزنه اولش از کش لود میکنه. این پارامتر ترو میداد، ترویی که میاد به معنی داره از کش دیتا رو میگیره و تا اون به کاربر نشون داده میشه ما حالا میبینیم که حالا نوشته کانکتینگ به سرور ریکوست داده میشه که اینجا اون فرام کش کردن کل دادن خط دیگه هایلایت شده. بعد میتونیم بخش اچ که گفتیم حالا یه سری مربوط به پروتکل داره اون که بماند و بعد به کانکشن منیجر ریکوست میده که این ریکوست رو چند جای دنبال کردیم دیدیم که اینم بالاخره به مالیات خودش یه تردی بوده، یه دیسپچی بوده که خب در نتیجه ترید اجرا شد و برای این نتیجه برگردونه چون تابع وید هست و چون که نه در واقع وید هست و این نتیجه رو حالا چجوری اطلاع میده به این برنامه به کمک همین نوتیفیکیشن سنتر. و یکی از ویدهای که سابسکرایب کرده بود همین بود که وقتی دایالوگ لود بشه خبر بده به این اکتیویتیمون و همین دایالوگ اکتیویتیمون که ریلود کنه و دیتاهای جای جدید باشه. آفرین، مرسی سید جان. بچه ببینید حالا ما باید این مسیر رو دوباره ادامه، یعنی از اینو بریم داخل، اینم بریم داخل، ببینیم چه جوری دیتا میاد لایه بالاتر. خب که میاد توی ریسورسز کاست ذخیره میشه که این اکتیویتی وقتی خبردار میشه از اونجا. خب الان زوده داریم میریم جلو. این نکته اولی که برام مهم بود این بود که یک کارها تو یو آی ترد انجام نمیشود. کارها برای بعد توی داکیومنت های اندروید هم میکنم کار با دیتابیس، کار با نتورک، شما باید ترد تو عوض کنی. باید ترد کار سنگینه، ممکنه خوندن از فایل دیگه ممکنه زمان بگیره و کاربر یه ثانیه لگ توی اپت ببینه. پس اینا درست نیست به هر دلیلی. پس کارهای حتی مثلا توی پردازش فرض کن یه تصویر هم میخوای بکنی روی ویدیو یه آیکون بذاری یه چیز بذاری، همه اینا میرن تو ترد. کلن کارهایی که یه مقدار محاسباتی یا هاردی یا یه چیزای این تیپی هستن باید تو ترد دیگه انجام بده. حالا کارهای اینجا که با دیتابیس یعنی با فایله، خب به رم و اینا خیلی کنتر، حتما باید تو ترد باشه. اینجا با نتورک حتما باید تو ترد باشه. حالا فقط این نکته رو میدونیم که این داره توی کش SQLite و دیتابیس کار میکنه، این داره میفرسته، این تردش رو تو جاوا درست میکنه، این تو تلگرام داره تردش رو تو CPP درست میکنه. مهم هم نیست برای ما الان، این دغدغه‌مون نیست. خب این
یه لایک بیایم جلو، یعنی اینو میبینیم که این بنده خدا این دیسپچ کیوه، این دیسپچ کیوه. باز ببینید این لچو یادتونه گفتم این لچو جای کاندان لچه، این جای مختلف میبینیم اینجا تو این کد هست. خب اون سوادش تو اسلاید 1 به دست میارین. این لوپرا باز میشه دقیقاً این لوپرا چجوری ران میشن اینا رو باز میشه یه لایو عمیق‌تر بشه. پس این کدها وقتی دارین یه کد بزرگ یا یه مجموعه واقعا بزرگ میبینین، این جزئیات واقعا اگه آشنا نباشین اذیتتون میکنین، خیلی سخت میشه. ولی وقتی اینا رو میبینین امیدوار میشین اینا رو من دیدم، پس میرین جلو. تو این کد خوندن هم عمیق نباید بشین. چرا؟ چون عمیق بشین متوجه نمیشین. باید اول کلیت رو بگیرین، بعد اگه خواستین هر جایی دلتون خواست عمیق شین. پس یادتون باشه روی یه موضوع زوم نکنین خط به خطش رو بفهمین. اول کلیت، بعد میتونین زوم کنین. خب من اینجا این یه دیالوگه، یعنی اینجا از سمت کش که دارم میام اینجا میرم یه رانبل بهش میدم، یه ترد داره اجرا میشه. خب این ترد یه پیغامی رو، یعنی یه دیتا مدل، این یه آبجکت در نظر بگیرید. این یه آبجکته که فیلدها داخلشن، اینم یه آرایه از این آبجکت هست. حالا یا انکریپتد چت هست یا چت یا هر چیزی، اینا رو برمیگرده به پروتکل تلگرام. اینجا نگاه کن SQLite کرسر اینجا داره میره از دیتابیس میره یه کوئری میزنه، ببین دیتا رو کشش رو ریخته تو دیتابیس. سلکت این کوئری دیتابیسیشه، میبینه این کوئری دیتابیسیشو نوشته، میره دیتا رو برمیداره میاره، کاراشو که کرد اینجا ببین میره به مسیج کنترلره. مسیج کنترلر چیه؟ جلوتر میگم. یه جایی که همه مسیجا رو میریزه اونجا. اینترنت من یه لحظه بچه‌ها چی شده اصلا؟ چیزی میبینید؟ نیم فریم بر ثانیه. اینترنت ضعیف شده یه لحظه. اینترنت الان مثل بذار ببینم چی شد. الان روی کلاس 12 پکت لاست داریم. به خدا من به هم بذار ببینم اینم کلاس من نیست. هم به ایرانسل پول دادم، هم به همراه اول پول دادم، هم به اون یکی چیه این جدیده خدایا منم گوگل به زیتل پول دادم. بله الان اینی که الان دارید میبینید زیتله. این الان زیتله. من اگه اینکه سویچ کنم مثلا به ایرانسل که اونم مطمئنا همینه، یعنی آپشن هامون همین، هر چی آپشن بود من پولشو دادم. خب نتیجه میگیریم زیتل نخریم. نه تقصیر اینا نیست، ساختار یعنی زیر ساخت مشکلاتی داره. خب بچه حالا من سعی میکنم آرومتر ببینم فریم ورثانی خودمون رو تغییر بدیم، اونا که تغییر نمیکنه. الان صدا دارین؟ اوکی ادامه بدم؟ اوکیه بچه‌ها؟ استادی خب تصویر ندارین یا ضعیفه برای من؟ هم تصویر کلیدش پایینه. چه کار باید بکنیم؟ صدا خوب نیست. میخوایم من یه بار قطع میکنم یه بار دیگه وصل میشم. بذارین نتورکمو خب من یه بار دیگه نتورک رو قطع و وصل کردم و امیدوارم که شرایط یه مقداری بهتر بشه. هنوز بده به نظرم، مشکل از شما نیست، مشکل از وی کلاس هست شاید. حالا این جلسه هم که جلسه مهمیه ایشون مشکل دار شدن. خب بذاریم ببینم. تازه داشتیم لذت می‌بردیم، خودم کیف کرده بودم واقعا. اصلا یه بار خارج شم دوباره بیام باشه. پس بچه من خارج میشم دوباره میام، فقط نمیدونم اگه خارج بشم وارد شم روی ویدیو چی میشه.
من یه بار خارج میشه